بچه ها سلام، به یه ویدیوی دیگه با من خیلی خوش اومدید. موضوع بحث امروزمون اینه که چه رشته های پرطرفدار هستن و خیلی راحت میتونید توی هر کشوری که دوست دارید از طریقش کار پیدا کنید و خیلی سریع هم بهتون جواب بدن. پس لطفاً توی این ویدیو همراه من باشید. از اونجایی که دنیای فناوری و تکنولوژیه، تمامی شرکت‌ها، کارخونه‌ها، دانشگاه‌ها، بخشای اداری همه به یک نفری نیاز دارن که توی بحث هوش مصنوعی و کامپیوتر خوب باشه. پس رشته‌های مهندسی، مخصوصاً مهندس کامپیوتر، توی حیطه‌های متفاوت جزء شغلاییه که شما هر جای این دنیا که برید میتونید براش درخواست بدید و یه پوزیشن خیلی خوبی رو دریافت کنید. دقت کنید که هر کشوری که مد نظرتونه، فرقی نمیکنه توی اتحادیه اروپا باشه، توی آمریکا باشه، حتی استرالیا باشه، وقتی که میرید سایت های مختلف مثل سایت لینکدین یا سایت های کاریابی مخصوص اون کشور رو میبینید، وقتی که دارید همینطوری شغلا رو نگاه میکنید چشمتون 100% به تعداد زیادی مهندس کامپیوتر، چه تو حیطه برنامه نویسی، چه توی حیطه های دیگه مثل پشتیبانی سایت و یا هر چیز دیگه‌ای میبینید که این نشون میده این رشته توی هر حیطه‌ای که باشه مورد طرفداره و خیلی راحت شما میتونید با بالا بردن تواناییاتون حداقل توی شاخه‌های خیلی معلوم این رشته کارهای خیلی خوبی از کشورهای فوق‌العاده‌ای دریافت کنید و یا حتی کشوری که دوستش دارید و مد نظرتونه. رشته کامپیوتر جز رشته‌هاییه که دردسر خیلی کمتری داره نسبت به رشته‌هایی مثل رشته‌های کادر درمان، به خاطر اینکه مدرک شما از هر دانشگاهی که باشه فرقی نمیکنه، مورد قبول کشورهای دیگه هست و اینکه شما خیلی راحت میتونید از طریقش کار بگیرید و نیاز به این ندارید که بخواید بیاید دوره بگذرونید، امتحان بدید و یا تغییر مدرک بدید مثلا توی کشور مقصد، که اصلا این رشته شامل اینجور چیزا نمیشه. که متاسفانه رشته‌های کادر درمان حداقل توی کشوری مثل کشور سوئد زمانی که میان باید یه سری امتحانات خاصی رو بدن تا اینکه بتونن شروع به کار بکنن. اما خب رشته‌هایی مثل رشته‌های فنی مهندسی که یکیشون کامپیوتره جز رشته‌هاییه که هیچ کدوم این دردسرا رو نداره و شما اگر از ایران فارغ التحصیل شده باشید حتی خیلی راحت میتونید برای پوزیشن‌های مختلف کاری درخواست بدید. شما با مدرکی که دارید براتون محدودیت کار کردن وجود نداره. هم میتونید به عنوان ریسرچ انجینیر توی دانشگاه ها کار کنید، هم میتونید به عنوان حالا مهندس و اصلا به عنوان هر چیزی توی کمپانیا و شرکت های خصوصی و دولتی کار کنید که خب خیلی دست شما رو باز میذاره برای اینکه بتونید برای جاهای مختلف درخواست بدید و اپلای کنید. کلا حیطه فنی مهندسی حیطه‌ایه که هیچ محدودیتی برای شما نمیذاره. رشته‌های مثلا مثل مهندس مکانیک، عمران، معماری و رشته‌های مثل مهندسی گرافیک رشته‌هایی هستند که واقعا پوزیشن‌های کاری خیلی خوبی دارن و شما خیلی دستتون برای اپلای کردن بازه و محدودیت جغرافیایی خاصی شاملتون نمیشه. امیدوارم که از این ویدیو هم نهایت لذت رو برده باشید و به دردتون خورده باشه. لایک و شیر و سیو یادتون نره و حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید.